خب سلام به شما که برای این بررسی همراه ما هستید. امروز قرار عمیق‌تر نگاه کنیم به دنیای شیرهای برقی. بله، و به طور مشخص شیرهای برند مک، یه برند آمریکایی. دقیقاً، که خب همه میگن کیفیت و دقتش خیلی بالاست. منابع اصلی ما هم برای این گفتگو بیشتر اطلاعاتیه که توی وبسایت فروشگاه پنو اتحادیه پیدا کردیم. آدرسش هست www.penoetihadiye.com. گفتم دوباره تکرار کنم www.penoetihadiye.com. آها، پنو اتحادیه که خب میدونیم یکی از بزرگترین تامین کننده های پنوماتیک توی ایرانه. بله، و یه سری مطالب هم از فروشگاه‌های پنوکر و پنوپکش داشتیم که بهمون کمک کرد. درسته. حالا هدفمون اینه که بفهمیم چرا این شیرهای مک که خب قیمتشون هم بالاتره، چرا باز اینقدر مهمن تو صنعت؟ سوال خوبیه. ببینید این شیرها سابقهشون خیلی زیاده، بیش از 70 سال، و توی صنایع خیلی متنوعی به کار میرن، از خودروسازی و بسته‌بندی تا حتی صنایع غذایی. جالبه. نکته کلیدی واقعا اینه که بدونیم کدوم مدل دقیقاً برای کار شما مناسبه. یعنی چطور درست انتخاب کنیم. خب یکی از اولین چیزایی که واقعا جلب توجه میکنه همون کیفیت ساخت و دوامشونه که گفتید. این شیرهای آمریکایی گرونتر از رقباشون هستن. طبق چیزایی که ما دیدیم مثلا تو تیر 4003 مدل‌های 3 و 4 پورت قیمتشون بین 4.5 تا 15 میلیون تومان بوده. بله، قیمت‌ها قابل توجهه. اما خب این قیمت ظاهراً با یه ضمانتی برای کیفیت، دقت بالا و عمر چند ساله همراهه. کاملاً درسته. و دقیقاً همینجاست که اهمیت مشاوره قبل از خرید معلوم میشه. ببینید تیم‌های کارشناسی مثلا تو همون فروشگاه پنو اتحادیه که اسم بردید یا پنوکر و پنوپخش مشاوره رایگان میدن. این خیلی کمک میکنه که دقیقاً شیری رو انتخاب کنید که بهش نیاز دارید. پس الکی هزینه نکنیم. دقیقاً، چون هزینه اولیه بالاست. اشتباه تو انتخاب میتونه واقعاً گرون تموم شه. و یه نکته دیگه، حتماً حواستون باشه که از اصالت کالا مطمئن بشید و اگه به عنوان قطعه آکبند می‌خرید خب نو باشه، فاکتور معتبرم بگیرید که توش قید شده باشه اصلی و نو یا کار کرده. خیلی نکته مهمیه، ممنون. خب حالا بریم سراغ انواع مدل‌ها. تا جایی که من دیدم به طور کلی 2 دسته اصلی داریم. شیرهای 3 پورت و 4 پورت، درسته؟ بله، دقیقاً. شیرهای 3 پورت که بهشون 3 راهه هم میگن، یه ورودی هوا دارن، بعد 2 تا خروجی. یکی میره سمت سیلندر، اون یکی هم برای تخلیه هواست، یعنی اگزوز. اینا برای چه سیلندرایی بودن؟ اینها معمولاً برای سیلندرهای یک طرفه یا همون برگشت فنری استفاده میشن. اوکی. و 4 پورت ها؟ شیرهای 4 پورت یا 4 راهه، اینا یه ورودی هوا دارن و 2 تا پورت برای اتصال به 2 طرفه یه سیلندر 2 طرفه و یه اگزوز مشترک یا گاهی 2 تا. اینا برای کنترل سیلندرهای 2 کاره استفاده میشن. فهمیدم. و هر دوی این دسته ها هم مدل هایی با پورت های کوچیک دارن، برای کارهای ظریف‌تر؟ آره دیگه، برای دبی پایین‌تر، و هم مدل های پورت بزرگ برای جاهایی که دبی بالاتری لازمه، یعنی حجم هوای بیشتری باید جابجا شه. پس تنوعشون واقعا زیاده. تو منابع به یه سری کدهای خاص هم اشاره شده بود برای سری‌های مختلف، مثلا سری 100، سری 35، سری 1100. اینا رو میشه یکم باز کنید؟ حتما. ببینید این کدها و سری‌ها برای اینه که دقیقاً نیازهای مختلف صنعتی رو پوشش بدن. مثلا برای 3 پورت‌های پورت کوچک، سری‌هایی مثل سری 100، سری 35 یا سری 1100 رو داریم. 100، 35، 1100. اوکی. برای 3 پورت‌های پورت بزرگتر میشه به سری 52 یا سری 55 اشاره کرد. حالا برای 4 پورت‌ها، پورت‌های کوچک مثل سری 400 یا سری 46L. 46L. و 4 پورت‌های پورت بزرگ که خب قدرتمندترن، سری‌هایی مثل 1800، سری 6300 یا سری 82. 1800، 6300. بله، تازه سری‌های خاص‌تر هم هستن، مثلا مدل‌های آیسو که استاندارد جهانی دارن یا مدل‌های MIO 67 که بلوکی هستن.
یا پالز والو ها مثل PV0، حتی سری های A مثل 35A، 45A، 92A هم وجود دارن. هر کدوم ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. واقعا تنوع بالاییه. یه نکته فنی جالب هم توی منابع بود در مورد طراحی خاص بالانسد پاپت توی این شیرها. این دقیقاً چه مزیتی داره؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید این طراحی بالانسد پاپت یه جورای مکانیزم داخلی شیره. باعث میشه شیر خیلی سریعتر جواب بده. یعنی زمان پاسخدهیش خیلی کمه. سرعت بالا مهمه پس. خیلی مهمه و مهمتر از اون عمر کاریش رو به شدت بالا میبره. توی منابع دیدیم که صحبت از بیش از 20 میلیون سیکل کاریه. 20 میلیون؟ بله، این عدد خیلی بزرگیه. تو خطوط تولیدی که دائم در حال کارن، این یعنی قابلیت اطمینان خیلی بالا و توقف کمتر خط تولید. که خب یعنی هزینه کمتر در بلند مدت. دقیقاً. علاوه بر این شیرها معمولاً تو ولتاژهای مختلفی هم عرضه میشن. مثلا 12 ولت DC یا 24 ولت DC که خب خیلی رایجه توی اتوماسیون صنعتی. و حتی ولتاژهای AC مثل 110 ولت و 220 ولت. از نظر مقاومت محیطی هم خوبن. معمولاً استاندارد IP65 یا بالاتر رو دارن که یعنی در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاومن. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع داشته باشیم، مزایای اصلی شیرهای مک میشن یکی کیفیت ساخت بالا، یکی دقت و سرعت پاسخدهی عالی، عمر طولانی و قابلیت اطمینان بالا، و البته اون تنوع خیلی زیاد مدل‌ها که گفتید. بله. درسته که هزینه اولیه‌شون بالاست، ولی خب اینطور که به نظر میاد برای سیستم‌های حساس، جاهایی که دقت و پایداری عملکرد خیلی مهمه، یه جورایی سرمایه‌گذاری محسوب میشه. دقیقاً همینطوره. یه سرمایه گذاری روی کاهش توقفات و افزایش بهره‌وری. و فقط بازم تاکید میکنم قبل از هر خریدی حتما از مشاوره رایگان کارشناسان استفاده کنید. که خب مطمئن باشیم انتخابمون درسته. بله، و از اصالت کالا هم مطمئن بشیم. وبسایت‌های مثل همون www.pinotehadie.com میتونن منبع خوبی باشن، هم برای اطلاعات بیشتر، هم برای دیدن خود محصولات. عالی بود. و به عنوان این نکته پایانی شاید بشه به این فکر کرد توی خطوط تولید پیشرفته، جایی که واقعا هر ثانیه توقف کلی هزینه داره، آیا اون هزینه اولیه بالاتری که برای یه شیر با کیفیت مثل مک پرداخت می‌کنیم در بلند مدت با کم شدن هزینه‌های تعمیر و نگهداری و بالاتر رفتن راندمان کلی سیستم جبران نمیشه؟ و حتی شاید سودآور هم باشه در نهایت. دقیقاً. این سوالیه که فکر میکنم جوابش برای هر کاربردی میتونه متفاوت باشه، ولی حتما ارزش فکر کردن و بررسی دقیق رو داره. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. تا بررسی بعدی همراه ما باشید.